منیژه سنگین آوازخوان تاجیک شهروند روسیه اخیراً آهنگ نوش را با نام سلاح نشر کرد. این ترانه به انگلیسی اجرا شده است. او میگوید سرود را 10 سال پیش نوشته بود، اما ثبتش به تازگی و در تاجیکستان انجام شده است. ایده اساسی ایجاد سرود بود که برای صلح در اوکراین مساعدت کند. صلح در روسیه، صلح در اسرائیل، صلح در فلسطین. سرچشمه الهام همین صلح است. منیژه از زادگاهش نه تنها با ثبت سرودی نو، بلکه با یک خوشخبر دیگر برگشته است. او چشم به راه فرزند دومش است که به گفته آوازخوان به زندگیش نفس و معنی دیگر بخشیده است. من از تاجیکستان حامله‌دار برگشتم. در بطنم دخترچه دارم. خیلی در هیجان هستم. این یک مرحله زیبا بود و محض حالا باید تصمیم بگیرم که برای دخترم چی آینده رو میخواهم نشان بدهم. برای همین من این ترانه رو در کوههای تاجیکستان ثبت کردم. این آوازخوان تاجیک شهروند روسیه به مثل اکثر دیگر هنرمندان روس برای مخالفت به جنگ اوکراین در فهرست سیاه جای گرفته، از تشکیل کنسرت و شرکت در آزمون موسیقی این کشور محروم گشت. او مجبور شده بود به خارج برود. سال جاری منیژه برای پشتیبانیش از مهاجران تاجیک بعد حمله کراکوس مورد حمله اینترنتی، مسدود کنی صحیفه‌اش در شبکه‌های اجتماعی و تحقیر و توهین قرار گرفت. حالا او باز به روسیه برگشته است. فعالیت مرا از سبب موقع صلحجویانه و ضد جنگیم منع کردند. دیدگاهی مرا منع کردند. من در روی خط سیاه هستم. هنرنمایی کردن نمیتوانم. موسیقی من باید در یگان گوشه کشورم نباشد. بله، من روسیه را وطن خود می نامم، زیرا این کشور را خیلی دوست می دارم و حالا هم در اینجا هستم، زیرا آن خانه من است. این محدودیت بیشتر از 3 سال است ادامه دارد. من دروغ گفتنی نیستم. می دانم که دشوار است، اما تا حال راهم را ادامه می دهم. ولی منیژه خوشبین است که روزهای سخت به زودی پشت سر شده و صلح و ثبات پایدار می گردد. او رسالت خود را همچون آوازخوان در تقدیم آهنگ‌هایی می داند که دلها را به زندگی گرم و به آینده خوب امیدوار نماید. من دیگر نمی ترسم، زیرا به موقع خود باوری دارم. من به کارم، به آن چیزی که می بینم باوری دارم و من می دانم که هر جنگ تمام می شود. هر جنگ انتها دارد، زیرا من این را در وطنم در تاجیکستان از سر گذراندم. این یک بخش خیلی تاریک زمان ماست، اما من باور دارم که روز این مسئله را حل می کنیم. من به این امید دارم. منیژه در خردسالی با عائله‌اش در روسیه مهاجر شد و سال 2020 سفیر حسن نیت سازمان ملل متحد در امور پناهندگان انتخاب گردید. او شرکت‌دار آزمون بانافذ موسیقی یورویژن از روسیه در سال 2021 بود. او آرزو دارد روز باز در صحنه بزرگ هنرنمایی خواهد کرد.